دوستا حکایت کرد، گفت یک زن و شوهر بینشون جنجال شد. بعد از اون ما را همچون کلانزاده و کلان برای اصلاح اونها دعوت کردن. تو حضرت به کمی نصیحت کنه، اگه زندگی از پست و بلندی داره نصیحت کنه به خود بیاین. میگه وقتی رفتیم زن دعوت کردیم همراه شوهرش یک جای نشستن، گفتیم اگه خواهر صبر کن، زندگی می پست و بلندی داره، کمبودی داره. زن میگه میخیزه، اکو ببین که زن چقدر به ایمان میشاده. وقتی که پرده حیای زن درید دیگر او ده همه چیزی که در زبان آمد میگوید. زن میگه در دستش کودک 2 ساله داره، 2 ساله کودک در دستش داره، حالی شیرخواره هست. زن میگرده میگه که حضرت میگه این شوهر من 4 سال شد خطی من خواب نمیرود، 4 سال شد به من نرسیده است. سبحان الله. میگه گفتیم 4 سال شد این خطی شما خواب نرفته باشه، به تو نرسیده باشه. کودک چند ساله هست؟ 2 ساله. این کودک از کجا آمد؟ وقتی شوهرت به تو خواب نرفته باشه، میشه و حالتی که شوهر عذر پیدا میکنه، سحر و جادوش میکنه، دیگه نمیتونه همراه همسرش خواب کرده. یا اینکه یگان انسان غمگین هم باشه، یگان مصیبت، یگان مشکلی در حیات آمد، دیگه همخوابگی نمیفاره. غم وقتی که انسان زیر کرد، انسان دیگه شهوتش نابود میشود. زن باید امانت نگهدار باشه در برابر چی؟ در برابر مال شوهرش، اهل و بیت شوهرش و آبروی شوهرش. این حقی کی است؟ مرد بالایست. مردم این چنین باید امانت نگهدار. بعضی مردهای بیناموس هم داریم که بعضی کارهایی که یا اینکه بعضی سخنهایی که همراهی همسرشو در خلوت و در خانه میگن، در بیرون برآمده در نزد رفیقا و دوستاشو نقل میکنن. چی بدبختی است؟ مرد باید در برابر زنش، آبروی زنش باید امانت نگهدار باشه. دوستا حکایت کرد، گفت یک زن و شوهر بینشون جنجال شد.